سلام، به سایت دکتر روزبه تقوی فوق تخصص دست و شانه خوش اومدید. یکی از پرتکرارترین سوالات بیماران از ما این هست که برای ترمیم عصب دست چه مواد غذایی رو باید مصرف کنیم که در این ویدیو به این سوال پاسخ خواهیم داد. برای ترمیم عصب دست یک رژیم غذایی سالم و متعادل و مصرف برخی از گیاهان دارویی میتونه مفید باشه. یک رژیم غذایی سالم و متعادل باید شامل موارد زیر باشه: ویتامین های B مثل B1, B2, B6, B12 و فولاد. ویتامین E یک آنتی اکسیدان قوی هستش که میتونه به محافظت از اعصاب کمک کنه. ویتامین D رو فراموش نکنید. برای عملکرد طبیعی اعصاب ضروریه. آنتی اکسیدان های مهمی هم در میوه ها و سبزیجات و همچنین ادویه‌جات وجود داره که میتونن در کنار کربوهیدرات ها و چربی های سالم رژیم غذایی خوبی رو برای شما به وجود بیارن. گیاهان دارویی هم که در ادامه بهتون میگیم رو باید تا جایی که میتونید در رژیم غذایی خودتون بگنجونید. اولیش کرکمینه. این گیاه برای تسکین درد و التهاب مفیده. دومین گیاه مورینگا اولیفرا هستش. این گیاه خواص محافظت کننده عصبی داره. گیاه گل ساعتی هم برای تسکین درد مفیده. گیاه بعدی کلاه جمجمه هستش که این گیاه ممکنه برای مبتلایان به نوروپاتی دیابتی هم مفید باشه. و در نهایت جوی دو سر که دانه مغذی برای ترمیم آسیب عصبی هستش. امیدواریم که با رعایت این رژیم غذایی بتونید روند درمان بیماری خودتون رو با سرعت بیشتر و کیفیت بهتری طی کنید.